دوستان سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من علیرضا احمدی در خدمتتون هستم با سری آموزش‌های نرم افزار 3D Max ورژن 2025. امروز میخوام اطلاعات تکمیلی در مورد تنظیمات ویوپورت رو خدمت شما عرض کنم. ببینید دوستان، ما توی ویوپورتی که هست 4 تا ویندو داریم، 4 تا پنجره داریم. اون ویوپورتی که فعال هست اطرافش یک نوار زرد شما اینجا مشاهده میکنید. ما تمام کاری که انجام میدیم توی این ویوپورت اکتیو یا فعالمون هست. بقیه ویوپورت هایی که اینجا هست فقط برای نمایش استفاده میشه و اینکه مشاهده کنیم نتیجه کار رو، ولی کار اصلی در ویوپورت فعال انجام میشه. به عنوان مثال اگر من بخوام یک باکس رو اینجا رسم کنم، میام از این بخش فرمان بچه‌ها، اینا رو حالا در درس‌های بعدی به طور کامل میگم، اما به صورت ابتدایی بدونید که برای رسم یک باکس به این طریق عمل میکنیم که میام تو قسمت فرمان، میام اینجا توی بخش جیومتری، توی منوی جیومتری، و از اینجا در بخش استاندارد پریمیتیوز میام باکس رو انتخاب کنم. خب میام اینجا کلیک درگ و ولش میکنم، میارم بالا بهش ارتفاع میدم. این میشه رسم یک باکس که شما حالا انشالله در درس‌های بعد به طور کامل آشنا میشید. یا میخوام یک کره رو رسم کنم، کلیک میکنم روی فرمانش و میام اینجا کلیک درگ و رهاش میکنم. یا بیام اینجا یک استوانه رسم کنم، کلیک درگ، مقطع که کامل شد ول میکنم، کلیک راست چپ رو و میارمش بالا برای ارتفاع. خب ببینید که تمام کار توی این ویوپورت اکتیو ما داره انجام میشه و ما اینها رو فقط داریم مشاهده میکنیم. برای اینکه ما بخوایم این گریدی که اینجا هست رو فعال یا غیر فعال کنیم، از کلید G استفاده میکنیم بچه‌ها تو هر کدوم از اینها. و برای اینکه از یک ویوپورت دیگه برم و اون رو بخوام فعال کنم، میام روش کلیک میکنم. ببینید الان این ویوپورت فعال من هست و من میتونم گرید رو اینجا فعال یا غیر فعال کنم. همینطور این یکی کلیک کنم و ببینید که کادر زرد اینجا میاد و این ویوپورت فعال میشه. خب اینجا هم گرید رو میتونم فعال یا غیر فعال کنم. اما یه مشکل، ببینید اینجا ما میام یکی از اینها رو انتخاب میکنیم، یکی از این آبجکت ها رو انتخاب میکنیم، میخوایم این رو حرکتش بدیم. خب اینجا انجام میدیم. میخوایم تنظیمات دقیق تر رو از ویوپورت های دیگه کمک بگیریم. میایم اینجا، اگر که بخوایم این رو فعال کنیم بهتره که با کلیک راست این کار رو انجام بدیم. اینجوری سلکشن خودمون رو از دست نمیدیم. ببینید میتونیم اینجا هم تنظیمات انجام بدیم، کلیک راست کرد فعال کردن و حالا تنظیمات رو انجام میدیم. اگر که کلیک کنیم قاعدتا ما سلکشنمون از دست میدیم و بهتره که برای اکتیو کردن سایر ویوپورت ها از راست کلیک استفاده کنیم. خب اگر در این حالت ما بیایم کلید ویندوز به اضافه شیفت رو هم بگیریم، کلید ویندوز یا استارت روی صفحه کلید ویندوز شیفت، ببینید که بین ویوپورت ها داریم جابجا میشیم. این یک در این حالت هست و اگر که در حالت ماکسیمایز باشه که با آلت دبلیو میام این رو میبریم به حالت ماکسیمایز، تو این حالت هم همون کلید ویندوز شیفت بچه‌ها میبینید میتونیم نمای خودمون رو به دلخواه تغییر بدیم. بیام تو پرسپکتیو، فرانت، لفت یا تاپ، هر کدومشو که بخوایم میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب این از این نکات. بعد بریم توی این قسمت. این رو اجازه بدید که من ماکسیمایز کنم. بیایم توی این قسمت. این علامت به اضافه‌ای که اینجا هست، خب اینو دستور اول رو گفتیم خدمت شما که با آلت دبلیو بود، برای تاگل میکرد بین مینیمایز و ماکسیمایز ویوپورت
بعدی اکتیو ویوپورت بود. حالا این که اکتیو رو که گفتم خدمت شما که اون ویوپورت که اکتیو هست در حالتی که چند تا ویوپورت رو ما داریم مشاهده میکنیم نوار زرد رنگی دورش میبینیم. این دیزیبل ویوپورت که اینجا شیفت کنترل دی هم شورتکاتش هست. بچه‌ها ببینید من این رو حالا بیایم توی صفحه ویوپورت هامون من این رو خدمت شما توضیح بدم. ببینید این ویوپورت رو من میخوام دیزیبل کنم یا از اینجا یا حالا با شیفت کنترل دی میام انجام بدم. این یکی رو هم میخوام دیزیبل کنم. ببینید این رو هم دیزیبل. حالا میام توی نمای پرسپکتیومون و میام اینجا تغییراتی رو اعمال میکنم. مثلا میام این اسفیر رو حذف میکنم. ببینید اینجا شما الان دارید نتیجه رو مشاهده میکنید چون توی این ویوپورت ما دیزیبل نکردیم. اما اینجایی که دیزیبل کردیم هیچ تغییری مشاهده نمیکنید. یا میام اینجا مثلا میام یک جسم دیگه، یک آبجکت دیگه رو اینجا، یک کون رو میام اینجا رسم میکنیم، یک مخروطی رو. ببینید یا یکی دیگه اینجا رسم میکنیم. خب شما تغییرات رو دارید اینجا میبینید چون این اکتیو هست، این رو دیزیبل نکردیم، ولی توی این دوتا بخشی که تو دوتا ویوپورت که دیزیبل کردیم تغییرات رو نمیبینید. این برای کی خوب است بچه‌ها؟ برای وقتی که ما با یک صحنه پیچیده داریم کار میکنیم و همزمانی اینها که بخوان با این همزمان بشن و به روز رسانی بکنن ممکنه که فشار زیادی روی سیستم ما بیاره و نتونیم اونجوری که دوست داریم کارمون رو ادامه بدیم. پس بنابراین میایم اینها رو دیزیبل میکنیم که لازم نباشه که به روز بشن، به روز رسانی همزمان لازم نباشه. هر موقع که نیاز بود میایم اینها رو وقتی که اکتیوشون کنیم ببینید میان به روز رسانی میشن و ما میتونیم نتیجه رو ببینیم. پس بنابراین برای صحنه‌های پیچیده‌ای که ممکنه به روز رسانی همزمان مشکلی به وجود بیاره از نظر سیستم، ما میایم اینها رو ویوپورت هایی که لازم نداریم رو میتونیم دیزیبل کنیم. اینا رو حالا میایم از حالت دیزیبل خارج میکنیم. و نکته بعدی که باید خدمت شما عرض کنم این هست که در خصوص ویوپورت ها توی همین بخش مثبت خب گرید رو هم که خدمت شما گفتم که با جی اینجا میتونیم گرید رو فعال یا غیر فعال کنیم. ویو کیوب و استرینگ ویل رو من الان نمیگم خدمت شما، اینا نیاز به اطلاعات بیشتری داره و همینطور ایکس ویو رو هم میذارم برای بعد. تو بخش کرییت پریویو شما میتونید که دو تا بخش داره، یا میتونید با ایمیج بگیرید از صفحه‌ای که الان دارید، از ویو پورتی که الان دارید اکتیو هست میتونید یک ایمیج بگیرید ازش، یا میتونید انیمیشن که تهیه کنید که این انیمیشن رو حالا فعلا نمیشه توضیح بدم خدمت شما. میایم روی بخش میتونیم یک کپچر استیل ایمیج بگیریم ازش. حالا اینجا هر لیبلی که خواستیم میتونیم براش بزنیم و میبینید که با ادیتور تصویر و ایمیج خود 3D Max باز شد. این به صورت الان دیگه میتونیم به صورت یک ایمیج باش برخورد کنیم و هر کاری که لازم هست روی این انجام بدیم. خب دیگه از اینجا چی موند؟ میایم اینجا بخش فلاتینگ ویوپورت بچه‌ها. ببینید ما علاوه بر این ویوپورت هایی که اینجا تنظیماتشو گفتم، فلاتینگ ویوپورت هم میتونیم داشته باشیم. گاهی اوقات لازم میشه که ما یه سری تنظیمات ویوپورتی که مثلا این ویوپورت که اینجا ما الان داریم میبینیم و ویوپورت فعال ما هست، این توی 4 تا ویوپورتی که اینجا هست یک سری تنظیمات رو میام برای خودمون تنظیم میکنیم و چینش هایی رو انجام میدیم. اما این کافی نیست، میخوام در لحظه یک چینش دیگه هم داشته باشیم. بیایم مثلا اینجا منوهای ویوپورت های مختلفی داشته باشیم، پرسپکتیو های مختلفی داشته باشیم و اینا رو همزمان ببینیم. میایم از فلاتینگ ویوپورت استفاده میکنیم. ما 3 تا فلاتینگ ویوپورت میتونیم در حقیقت داشته باشیم. اینا رو میتونیم 3 تا فلاتینگ ویوپورت استفاده کنیم بچه‌ها با چینش های مختلف
که اینها رو هم من گفتم، حالا هر کدومشون رو که شما خواسته باشید تغییر بدید، میرید توی این بخش مثبت اینها و میاید توی کانفیگوریشن ویوپورت و یک فرمتی رو که حالا خودتون میخواید بدید به این ویوپورت فلواتتون انتخاب کنید و این رو اپلای و اوکی. این الان به این شکل دوتایی در اومد. خب میتونید از اینها هم استفاده کنید جایی که نیاز شد و برای جابجایی اینها هم دقت کنید که اگر این رو من به سمت بالا ببرم و رهاش کنم کل صفحه رو میگیره و اگر از اینجا بگیرم باز به حالت قبلی برمیگرده، در چپ و یا راست میشینه روی صفحه به صورت مگنتی، ولی در پایین صفحه بچه‌ها این رو ما میتونیم اینجا پنهان کنیم و اتفاق خاصی براش نمیفته و هر موقع که نیاز داشتیم این رو بیاریم و ازش استفاده کنیم. خب یه قابلیتی دیگه ای که در حقیقت فقط توی فلوتینگ ویوپورت ها فعال هست این هست که ما میتونیم این رو، حالا اجازه بدید که این رو من بیارم تو حالت ماکسیمایز، تو این حالت قرارش بدم. میتونیم این رو به حالت پرزنتیشن ببریم. بیایم اینجا روی این به اضافه کلیک کنیم و بیایم پرزنتیشن مود رو که کلید شورتکاتش هم کنترل اسپیس هست فعال کنیم. ببینید تو حالت پرزنتیشن میره و اگر خواسته باشیم از این حالت در بیاریم بیایم اینجا دوباره اون رو به حالت اولیه‌اش برمیگردونیم. یا تو همین وضعیت هم میتونید به حالت پرزنتیشن مود ببریدش بچه‌ها. ببینید با کنترل اسپیس میتونید این کار رو انجام بدید یا از اینجا کنترل اسپیس رو بزنید و از این حالت خارجش کنید. خب تقریبا فکر میکنم که چیزهایی که تو این مرحله از آموزش بایستی از این قسمت به شما بگم، از این علامت ساینی که اینجا هست، از این علامت به اضافه‌ای که اینجا هست، تقریبا همه رو گفتم و بقیه چیزها تکمیلی هست که باید سری چیزهای تکمیلی رو بدونیم و بقیه تنظیمات رو از اونجا من خدمت شما عرض کنم. امیدوارم از این جلسه هم استفاده کرده باشید. موفق و مؤید باشید.